خدا جونم، امروز یه لحظه واسادم جلو آینه، نه برای آرایش، نه برای چک کردن ظاهرم، فقط نگاه کردم. یه نگاه عمیق، صادق و بدون قضاوت. نگاه کردم به چهره‌ای که سالها باهاش زندگی کردم، به این چشمایی که خیلی چیزا دیدن، به این دلی که خیلی کشیده، به این زنی که هنوز وایستاده. خدا جونم، من امروز خودم رو دیدم، نه فقط صورتمو، بلکه گذشتم و زخمام و راهی که اومدم و به خودم گفتم دوست دارم با تمامت. یه زمانی فکر میکنم باید خودم رو تغییر بدم تا دوست داشتنی بشم. باید بی نقص باشم، باید مثل بقیه باشم، باید طبق استانداردا باشم. اما حالا دارم کم کم میفهمم که پذیرش یعنی آغوش، یعنی بغل کردن خودت با همه ضعفات، با اون روزایی که خوب نبودی، با اون تصمیمایی که ازشون پشیمونی، با اون حرفایی که نباید میزدی ولی زدی، با اون قلبی که هنوزم عاشق بود، هنوزم جنگید، هنوزم ادامه داد. یاد یه حکایتی افتادم از مردی که شبونه به معبد رفت تا از خدایان بخواد که عوضش کنن. گفت خدایا منو بهتر کن، منو لایق تر کن. ولی صدای از دل تاریکی شنید که گفت تو همین حالا هم لایقی. ما اینجا نیستیم تا عوضت کنیم، اینجاییم تا کمکت کنیم خودتو ببینی. خدا جونم، همه این سالها دنبال تایید بودم از آدم ها، از جامعه، از دنیای بیرون، ولی امروز میخوام فقط یه تایید بگیرم، از تو، از خودم. تو گفتی ای که تو از خود میگریزی هر زمان، کی شوی از خویش بیرون ای فلان. چقدر دقیق گفت مولانا. من سالا از خودم فرار کردم، از تنهاییام، از اشتباهام، ولی تو خدا جونم، تو همیشه صبر کردی تا خودم رو ببینم و بغلش کنم. امروز از تو نمیخوام منو تغییر بدی، میخوام کمکم کنی خودم رو بپذیرم همونی که هستم، نه نسخه بهترش، نه آیندهش. همین من، حالای من، با این قصه ها، با این امیدا، با این دل زنده. ممنونم که نشونم دادی پذیرش شروع عشق به خوده و عشق به خود نزدیکترین راه به توه. امشب با خودم آشتی کردم و یه صدا توی دلم زمزمه کرد خودتو ببخش، چون تو از اولم خوب بودی. خدا جونم، ممنونم برای این لحظه روشن، برای این فهم تازه، برای این آرامشی که فقط وقتی میاد که خودم رو بغل میکنم و از ته دلم میگم خدایا شکرت.